فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی چهارشماره اخیرشون 3559 پرسیدن که نمازی به نام نماز تسبیح هست؟ اگر هست چطور خوانده میشه؟ این در واقع نماز تسبیح یکی از نمازهایی هست که یعنی به دلیل عدم صحت روایتش، به دلیل عدم صحت اصل و دلیلی که این در واقع نماز دارد، در میان فقها در این زمینه اختلافات زیادی وجود داره که واقعا یعنی جای تأمل هست. این نماز تسبیح نمازی نیست که فرض باشه، نمازی نیست که دلیل قوی داشته باشه در قرآن یا در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این زمینه علما اختلاف نظر دارند. حدیثی رو که درباره نماز تسبیح هست در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت، کتاب‌های حدیثی روایت شده. امام ابو داود این رو روایت کرده، امام ابن ماجه روایت کردند و بقیه کتاب‌های حدیثی این روایت وجود داره که به عنوان نماز تسبیح هست و راویش هم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هست. منتها در صحت این حدیث و ثبوتش جای بسیار یعنی زیادی و حرف و حدیث بسیار زیاده، به گونه‌ای که علامه ابن جوزی رحمت الله علیه این حدیث را موضوع می‌داند. ابن جوزی این حدیث را موضوع می‌داند، یعنی این که چون این حدیثی رو نداریم، این حدیث موضوعی هست، حدیث ساختگی هست و دروغی بیش نیست. این نظر به اصطلاح علامه ابن جوزی رحمت الله علیه در این زمینه هست. و همچنین در موارد دیگری یعنی برخی از علما گفتند این حدیث صحیح است. برخی از علما این حدیث رو حدیث صحیح دارند و معروف از حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه که میگن که معتقد به صحت این حدیث بودن و این نماز رو همیشه میخوندن. منتها من اینو عرض کردم که به خاطر این اقوال رو نقل کردم که ما متوجه بشیم که در اینجا چه اندازه اختلاف وجود داره. برخی از علما گفتند که این روایت کلا روایت موضوعی هست، روایت ساختگی و جعلی هست، چون چیزی اصلا وجود نداره. اما در جنبه دیگر باز هم علمایی هستند که معتقد به این بودند و بر این در واقع عمل کردن. اما از میان این اقوال ضعیفترین قول صحت این نمازه، صحت این روایت از ضعیفترین قولش، کمترین به اصطلاح ضعیفترین قول در این زمینه هم در این هست. و این حدیث رو حضرت علامه و امام ترمذی وقتی که این روایت کرده و میگوید که این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی روایت شده، در صلات تسبیح یعنی روایات متعددی وجود داره. ولا یصح منه کبیر شیء، این تعبیر حضرت امام ترمذی هست. در این زمینه روایاتی نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، منتها در این زمینه چیزی که قابل توجه باشه صحیح نیست. در این زمینه یعنی تمام روایاتی که در این زمینه هست خالی از ضعف نیست، به اندازه ضعف دارند که علامه ابن جوزی رحمت الله علیه گفته که حدیث و روایت صلات تسبیح در واقع صلات این در واقع جعلی هست. اما اگر کیفیتش یعنی کیفیتی که در این نماز ذکر شده برخلاف کیفیت‌های دیگر است، ما می‌دونیم نمازهای دیگری رو که ما بسرا تعیین شده، حتی نمازهای سنت و نمازهای نفل هم تعیین شده در شریعت اسلامی که مثلا 10 رکعت نماز سنت رواتب داریم یا 12 رکعت بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. و همچنین به اصطلاح نمازهای عید هست، نمازهای پنجگانه هست، کیفیت اینها و وقت اینها و زمان و مکانش کاملا یعنی مشخص شده. اما نماز تسبیح یک نمازی هست که کاملا متفاوته. در این روایت اومده که به رسول الله صلی الله علیه و سلم به عموی خودش در واقع این توصیه رو میکنه که عموی من عباس، من میخوام که خیلی به تو برسه و اون همین است که اگر میتوانی این نماز تسبیح رو هر روز بخون. اگر هر روز نتونستی در هر هفته یک مرتبه بخون، هر هفته نتونستی در یک ماه یک مرتبه بخون، در یک ماه نتونستی در سال یک مرتبه بخون، در سال نتونستی در عمرت حداقل یک این نماز رو یک مرتبه بخون. یعنی نمازی با این همه گزینه ها که یعنی 5 گزینه هست، در روز بخون، اگر در روز نشد در هفته، در ماه، در سال، در تو کل عمر خودت این نماز رو حداقل یک مرتبه بخون. چون این چیزی در یعنی بی سابقه است در میان بقیه نمازها. منتها اگر کسی
بگید که من میخوام بخونم. بنابر قول برخی از فقها که گفتم، من از نظر به اصطلاح دلیل عرض کردم که ضعیفترین قول کسانی هست که میگویند که این نماز سنتی هست و مشروعه. ضعیفترین قول هست و در حد این هم علما گفتند که این روایت جعلی و دروغینی هست. اما کیفیتی که در این روایت بیان شده این است که انسان وقتی که در حالت قیام هست، در اونجا به اصطلاح 15 مرتبه بعد از این که سوره حمد را خوند 15 مرتبه سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله الله اکبر بگه. بعد از این که به رکوع رفت 10 مرتبه میگه، از رکوع بلند شد 10 مرتبه دیگه میگه، در سجده رفت 10 مرتبه، از سجده بلند شد 10 مرتبه، به سجده بعدی 10 مرتبه و از سجده بعدی هم که بلند شد 10 مرتبه، که مجموعاً در هر رکعتی 75 مرتبه این تسبیح را بخواند سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر و این نماز را 4 رکعت رو به این صورت بخواند. این کیفیت نماز تسبیح است. اما از نظر دلیل وقتی که ما نگاه میکنیم چنین نمازی صحت و ثبوتی رو نداره. بیشتر علما قائل به ضعف این روایت هستند، حتی در حد جعلی بودن این روایت علامه ابن جوزی گفته و برخی از علما تعداد اندکی از علما گفتند که این روایت هست که میشه در باب فضائل به اون عمل کرد.